حسین منو ببخش، نمیتونم به دشون بدم چیه. نه حسین باید بمیره. خب گای سلام درود، خیلی خوش اومدید به یک ویدیوی جذاب و جدید زیبای دیگه با امیر. قراره امشب بریم با هم دیگه روبلکس، اما نه اسکوید گیم. قراره یک مپ جدید و یه مود جدید بریم که اینم بر اساس یه سریال خیلی باحال کره به اسم آلیس این بوردرلند. اگر سریالش ندیدید ببینید، شبیه اسکوید گیمه. حدوداً فاز همون جوری و مسابقه اینا داره، باحاله. اونم سریالش بعدی منم یه 3-4 تا دیدم خوبه. قراره الان مپ اونو بریم، اینم خیلی شیدا باحاله. قبل از شروع تلگرام، اینستاگرام، روبیکار، نور دنبال کنید، لایک بدید، نره کامنت هم بذارید و لطفاً بازنشرم بکنین. ممنون میشم. یه کامنت به عشق من و تدیو بذارید، یه کامنت هم به عشق خودتون بذارید، 2 تا کامنت بذارید نفری. لایک هم بکنید، خیلی دوستتون دارم. بریم برای ادامه بازی. Let's do this. خب وارد بازی میشیم. آقا افشین هم هست. افشین اینجا گیم مستره، یعنی خرش میره، یه جورایی میشه گفت. پارتی داریم اینجا، پارتی داریم، افشین رو داریم. خب چجوری آقا افشینک؟ خلاصه به ما بگو داستان چیه؟ البته وارد این اتوبوسه شیم، داره میرین. ما رو نبرد. نه در بسته شد، ما رو ببر. خیلی خوب، با افشین الان وارد این اتوبوسه شدیم، قطاره شدیم. نمیدونم اصلا داستان چیه، ولی میدونم شبیه اسکوید گیم دیگه، مسابقه ایه. او بچهای آکاتسکی و ناروتو برن اینا، ناروتو بازن. البته ایشونو نمیگم، این داداشم رو میگم. خب منتظریم بریم تو. آقا من اشتباهی گفتم سریال کره‌ایه ولی سریال ژاپنیه. من اشتباه گفتم، عذر میخوام. اصلا هیچ ایده ای ندارم داستان چجوریه، چون سریالش من 2-3 تا قسمت دیدم، زیاد ندیدم. وای داریم میریم تو، شروع شد. وای خب او اول شخصه. او چه با یا خدا داستان چقدر باحاله. خیلی قفله بالا. ولکام، خوش آمدین. Yo, see you at the next game. This moose. Okay. اوه چه بازیایی داره، چه مپایی داره. افشین گفته خیلی مپاش باحاله. بعد بچه‌ها بریم و ببریم. بریم آپارت قبلی اگر دیدید ببینید حتما. توی اسکوید گیم اول شدیم، تونستیم ببریم. اول شدیم. خب امروز هم میخوام ببرم. خب قهرمان شم. من بعد دیونه ایم. خیلی خوب. داداش داستان چیه جدی؟ من هیچ ایده‌ای ندارم. بعد بریم سمت اوسموس. آقا یکی داره تیر میزنه، یعنی چی؟ بچه‌ها داره تیر میزنه، داستان چیه؟ استامینا هم داریم، تون میریم استامینا اون پایین صفحه کم میشه. حواستون باشه. فکر کنم بعد بریم تا برسیم به مسابقه. مپ‌های مختلف بازی فکر کنم بعد راه بریم تا برسیم بهشون. اوه بعد خودمون انتخاب کنیم کدوم مپو بریم. الان افشین رفت سمت اوسموس. یا خدا 1000 توئه. اوه افشین من نمیدونم چیه داستان. تاچ ان اوه. بعد به بقیه پلیرها دست بزنیم تا پوینت جمع کنیم. رو زمینم بعد هر چی بود جمع کنیم تا امتیاز بگیریم. یعنی چی بقیه پلیر رو ببرن؟ دویل آن ویبل تپته. خیلی خوب هری آبجکت. وای خیلی خیلی خوب، هر پلیری که کمترین پوینت داشته باشه میمیره. چه من چیکار کنم؟ با پوینت جمع کنم. پوینت. گرفتم. یکم لگم من. افشین وای من میبازم به خدا. بار اول هم از اومدم افتضاحم توش. ببین افتضاح بدم تو این بازی. من چون من یه آرایپی دیدم، به خدا من یه آرایپی دیدم. خیلی خوبه. خدا شاید من یکی دیدم آرایپی داشت، نمیدونم حالا اون آرایپی حسینه بچه ها خودمونن. آرایپی هوای همون رو داشته باشه. 80 تا پوینت. من 80 تا پوینت دارم لعنتی. من باخت نمیدم. آیس من میتونم. اگه به پلیرهای دیگه دست بزنی پوینتاشونو میگیری؟ هم چیزی گفت فکر کنم. افشین چطوری افشین؟ برو افشین دارمت برو. اوضاع عجیب افشین. آرپی حسین چطوری آرپی حسین؟ آرپی بعد برمیاد. آرپی حسین چرا پوینت های منو گرفت؟ کجا میرفته پوینت همونه؟ من الان نمیم چقدر دارم. 190 تا دارم. خیلی دارم. اوکیه. آرپی حسین آخره الان میمیره. آرپی حسین آخره دارش تمام کارش.
آره بذار اشتباه کردی ولی پوینت منو گرفتی. ببین خدا زد تو کمرت. بردیم ما بچه‌ها. من نفر 6 و 7 اوکی آخر نیستم، نفر آخر میبازه کلا. خیلی خوبه اوضاع، خیلی خوبه. اوه این افتاده دنبال من پوینتامو بگیره ازم. میخواد پوینتای منو ازم بگیره، میخواد پوینتای منو بگیره ازم. من پوینتامو نمیدم. تموم. نایس نباختیم. راضیم. کی مرد؟ اوه اسکیبیدی اوه فکر کنم کشتنش. آقا زیاد به لباس من دقت نکنی، شبیه دوشک انگار ملافه تنم کردم. زیاد دقت نکنی، یکم پفکی شد نمیدونم چرا. نایس تونستیم ببریم. بریم بازی بعدی به دنبال افشین. بچه خیلی باحاله. بازی تو اوپن ورلد داره مثل جی تی ای. خب توی شهر بعد بچرخیم، بازی‌های مختلفو بریم انتخاب کنیم. سریالش هم همین شکلی بود. باحاله اینه. چند مثلا ببین این بازی تموم شد و پیاده بریم تا بازی بعدی. واقعا افشین گل. افشین اینجا رنگ داره. مود بعدی چیه؟ افشین توضیح بده. خب اسم این Don't be the red player at the end of the game. یکی اینجا قرمز میشه، بقیه آبی باید کم کنی قرمز نشی. اوه بعد بچه آبی بمونیم. پلیر قرمز میافته دنبالمون. وای پلیر قرمز رو دیدمش. وای اینه TNT تگه. افشین کجایی؟ بوی اینه TNT تگه میبونه. استرس گرفتم. افشین اینجا خوبه یارو تو اومد میپریم پایین. اوه الان ما همه بچه آبی هستیم. یو وان بلک قرمزه. وای چقدر سمه. آقا علی بازی اینم بیاد باحالا. آره مود روبلکسش خوبه، خود بازیش هم بیاد باحاله. آره پی حسین هم اومد یو فرار. داداش واقعا کاری یارو سخته. خداییش کاری یارو قرمزه واقعا سخته. وای یکی قرمز کرد. ببینم قرمز شیم دیگه نمیتونیم آبی بشیم. نه 30 ثانیه مونده. قرمز شیم دیگه نمیتونیم آبی بشیم. این بده. یه بدی داره. دویو نیاد. خوبی حسین؟ خوبی آره پیازن. لبخند ببین. لبخند جکوب میاد. چی بود نقاشیه؟ 5 ثانیه 4 ثانیه 3 2 1 یس بردیم. ایزی. یاری هیچ غلطی نتونست بکنه. الان میمیره. نایس. خب یه نفر دیگه هم هست. چند نفر موندیم؟ خیلی کم موندیم. دقیقاً مثل TNT تگ میموند دیگه. به جای اینکه فقط بمب دستمون باشه بمبو بدیم، رنگ قرمز میدیم به یکی دیگه. بعد خودمون دریم، بعد اون بعد بره بده به بقیه. جالب بود خداییش. خب مود بعدی زندان چیه داستانش؟ اوه اینجا مثل که با پاسور سر کار داریم. من و افشین با هم توانی میکنیم. هر پلیری یه سمبل داره. خب وقتی تایم تمام شد در زندان که باز شد. اوه چقدر عجیب شد. بذاریم چیه این مودش. افشین سایی گفت متوجه نشدم دایی. الان شروع شد. الان چی کن؟ افشین تو گیشنیزی. من چیم؟ هر کی خالی بالا سرش داره. حسین تو هم خشتی. قلبی؟ دلم من؟ خاله من برم توی اتاقی که دل توش آره؟ بعدم توی اتاقی که دل داره؟ خیلی خب بعد میگم اتاقی که دل داره رو پیدا کنی. من الان دل بالاست کلم. خودم نمیدونستم. ببینم داستان چیه؟ اوه بچه مثل این که باید به هم دروغ بگیم تا یکی خودشو بکشه. مثل این که من الان با این یکی هم جفتمون دلیم. آره من این جفتمون قلبیم. من اینو نفهمیدم افشین ولی تو تک موندی ها. خب رفتیم زندان.
حالا باید انتخاب کنم چی بودم من بودم. زنده موندی؟ نایس! وای فهمیدی چی شد؟ بعد به هم دیگه میگفتیم بالا کلمون چیه، بعدش اونا اعتمادی کردن انتخاب میکردن. من و افشین خب به هم گفتیم، ولی فکر کنم مثلا این غریبه به من میگفت، مثلا حالا که عربی حسین که چی، مثلا این غریبه به من میگفت، بعد دروغ میگفت، بعد اونم میمردم. وای چقدر سم بود این قضیه، خیلی بده. خب همه به هم دروغ میگن، خب همه دروغ میگن. و افشین تو دلی، من چیم؟ افشین من چیم؟ حسینم دله، خشتم. دروغ نگین. نه افشین دروغ نمیگه، افشین دروغ نمیگه، فکر کن دروغ بگه داداش. ولی این خیلی نامردیه، خب هیچ کی راست نمیگه. ببین الان داره نه راست گفت دایمون میگه باشه تو هم قلبی، راست گفت. ولی میتونم بگم داره دروغ میگه. نه تو قلبی سی بزنی داره دروغ میگه. چت بره he's lying. خیلی خب من خشتم. افشین الکی نگفته باشی یا خشتم افشین این جالبش میکنه که با هم باشیم، مثلا میگم 7-8 نفری با رفیقات بری، بعد به هم دیگه توی مثلا دیسکورد بگین، خیلی باحالش میکنه. دروغ بگیم خیلی سمه اونجوری. خیلی خب من خشتم. نایس. خیلی خب رانده بعدی به دختر بعد دروغ بگیم بچه‌ها. میام خیلی خب بعد دختر دروغ بگیم. افشین چی بگیم بهش؟ من پیکم؟ اوکی تو هم که گیش نیزی، من پیکم بچه یاد باشه. بابا این دروغ حالیش نی. چه خر تو خری شد، باور نکرد. باور نمیکنه داری بهش دیگه، باور نمیکنه. من چیم؟ بگو من چیم؟ وای خیلی خب من گیش نیزم. اوکی من چیم؟ چی میگم؟ من هنگ کرد بازیم. زنده موندم. تو گیش نیز بودی. گیش نیز بالا سرت بود دیگه. وای انقدر ران میره تا بالاخره یکی دروغو باور کنه، یکی بیفته بیرون. وای خیلی خب من چیم؟ افشین تو پیکی. وای راند جدید شروع شد. خیلی خب افشین من چیم؟ افشین تو خشتی، من چیم؟ حسین مجبوریم بکشیم. افشین من چیم؟ نباید نشون بدم حسین چیه. افشین من چیم؟ آره سرم آوردم پایین. تو خشتی افشین، من چیم؟ سرم آوردم پایین. حسین منو ببخش. گیش نیستم. اوکی حسین منو ببخش. حسین داده شرمنده‌ام، ما مجبوریم. حسین منو ببخش، نمیتونم بهت نشون بدم چیه. نه حسین باید بمیره. حسین نمیتونم بهت نشون بدم. کجا بود؟ میشنید وای حسین مرد. حسین منو ببخش رفیق، من ازت معذرت میخوام، ما مجبور بودیم. حسین که زنده است. خیلی خوب نمیدونم حسین چجوری درست زد. عجیبه، شانسی زد. حسین برابر من گیش چیزم دوباره. گیش چیزم یعنی درست میزنه باز؟ یعنی باز درست میزنه حسین؟ ها مرد. یس حسین منو ببخش. وای خدایا حسین منو ببخش. بردیم آقا، بردیم، راضیم. حسین جان داداش شرمنده‌ام، فدات شم، من چاکرتم. منو ببخش مرد، منو ببخش. بریم برای بازی بعدی. بریم افشین، من و تو مونده. فقط من یه نفر اینجا داره راه میره. این کیه دقیقاً؟ اون کی بود داشت راه میره؟ افشین میگه به اینجا.
اوه مثل اینکه اون ما رو ببینه میکشه بچه‌ها. نباید بذاریم یارو ما رو ببینه. بعد نخفیانه بریم تا اونجا. اوه. خیلی باحال بود خدایش. ولی یکم مودش نامردیه خلاصه میدونی؟ یعنی یه جوریه نمیدونم، ایده نرم. بریم بر مود بعدی. دوست دارم ما اولین باری که اومدیم آلیسین بوردر، اولین باری که اومدیم آلیسین بوردرلند داریم میبریم. چه داره میاد؟ داداش یعنی چی سم میاد؟ خب بازی بعدی تو این ساختمون است. این چیه داستانش؟ اوه موبایل داریم. تاچ موبایل. چی شد؟ خیلی خوب. بین 0 تا 100 عدد میگه بعد ضربش چی شد؟ ریاضیه؟ داداش من ریاضیم خوب نیست. میتونه مازه چوز نامبر بعد بین 1 تا اوه بین 0 تا 100 عدد میگه بعد نزدیکترین رو بهش حدس بزنیم بچه ها. هر کی نزدیکتر بگه میبره. چقدر سخت. خیلی غیر منطقیه. بعد هر کی نزدیکتر بین 0 تا 100 مثلا داداش بین 0 تا 100 چه عددی نظرتون میتونه نزدیکترش باشه؟ ببین یه عددی انتخاب کرده بازی مثلا 40. هر کی به 40 نزدیکتر انتخاب کنه میبره. خیلی آمو سخته. واسه شانسیه دیگه اصلا کامل. افشین جان نمیداره. 76 میزنم من. 76. افشین چند زدی تو؟ من 76 زدم. افشین 12 زد. وای عدد چنده خدایا. من 76 افشین 12. خدایا. وای 35 بود عدد. افشین برد راندو. الان من چی میشم میمیرم. چند رانده؟ افشین یه راند برد. چند رانده افشین؟ وای باز هست. وای خب خیلی سخته. خیلی خوب. دفعه قبل 76 زدم باختی. وای اگه منفی 5 بشم میمیره. حالا منفی 1 چند بزنیم ما؟ 15 رو میزنم. 15. من این بار 15 رو زدم. خدایا جواب بده. 15 زیرش. من 15 زدم. افشین 22. وای کاشکی بیشتر میزدم. خیلی پایین زدم. 15 دیگه خریت. 14 نایس برگام. چقدر نزدیک بهش زدم یا خدا. خیلی خب یک منفی 1 منم منفی 1 هم افشینه. با من خیلی نزدیک بهش زدم. من بعد نمره بالا میداد. راند بعد چند بزنی؟ 35 میزنم. 35 میزنم. خیلی نزدیک بهش زده بودم. و 14 اومدم 15 زده بودم. عالی بود. خیلی راضیم. خودش بعد من میبردم ولی درجم. ولی چه بازی سم میافتاد تک به تک بین من و افشینا. کاملا شانسیه قضیه. کاملا شانس وسطه. اصلا عجیب شانس وسطه. خیلی خب من 35 زدم افشین 0. من 35 افشین 0. وای افشین نزدیکتر بود. وای باورم نمیشه باز 14 اومد. نکنی باگم از 14 بیاد. چرا بعد دوبار 14؟ من 2 تا منفی دارم الان. افشین یه منفی. زیر 10 میزنم. خیلی نامردی بود. خیلی خوب بذار من 18 میزنم. 18. خدایی اگه باز 14 بیاد واقعا دیگه باگه. کل عددی کم میده. دقت کردی؟ افشین 7 من 18. بوک. خدایا بالا بده. 10. وای باز افشین نزدیکتره. مگه میشه؟ بابا مگه داریم؟ وای من 3 تا منفی دارم. 5 تا منفی جام باختم. واقعا نامردیه. خیلی خب من این بار میذارم 7.
7. من یکم اشتباه فهمیده بودم مثل اینکه جمع ما دوتا جمع عددامون تقسیم بر 8 میشه بچه ها. مثلا جمع تقسیم بر 8 ها میشه. الان شد 5 و نیم. من 7 زده بودم. بازم افشین برد. من نفهمیدم چی شد. من نفهمیدم. ولی من میمیرم. من الان میمیرم. من نفهمیدم چی شد و الان میمیرم. این بار 13 رو انتخاب کردیم ببینیم چی میشه. افشین 0 زد، منم 13. تقسیم بر 8 ها. باختم من. چقدر سم بود. تعدادمون چون کم بود بد شد بچه. این بازی بعد تعداد زیاد بیایید. آی چقدر بد مردم. بازم خوب بود خداییش. بازم خوب رفتیم به هر حال زیبا بود. خب از آن امیدوارم لذت برده باشید. این مود روبلاکس مود خیلی باحالی بود. سریالش اگه ندیدید حتما ببینید. سریالش هم باحاله. حالا اگر دوست داشتین بعدا موداشو بیشتر میایم. یه دونه قسمت اولم داره. ما قسمت دومش اومده بودیم. کلا قسمت اولش هم موداش یعنی مپاش متفاوته ولی حالش داد. مرسی که منو دیدید. ماچ به کله تک تکتون. دوستتون دارم. خیلی